خیلی خوشحال و مفتخریم که پروژه 12 کلاسه ناحیه 1 مشهد در حاشیه شهر مشهد که اولین پروژه با روش صنعتی سازی که اولین بار هست در کشور با استفاده از پنل های صنعتی و مسلح سبک اتوکلاف شده ساخته شده برای اولین بار در کشور با زیربنای 1200 متر مربع و دارای 12 کلاس امروز با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح و بهره برداری میشه. خب از مزایای این ساختمون یکی سبک بودن ساختمون هست، کاهش مدت زمان اجرا هست که ما به 1/5 کاهش دادیم، عایق صوت، عایق حرارت و در هزینه ها هم حداقل 20% صرفه‌جویی شده.